سلام رفقا، امیدوارم حالتون خوب باشه. اسم من سرشیاست و خوش اومدید به دومین قسمت از سری ویدیوهای آموزش ساخت بات دیسکورد با من. حتما کانالمو رو سابسکرایب کنید و این ویدیو رو لایک کنید چون خیلی 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 به من کمک میکنه و بریم برای قسمت دوم آموزشم. خب توی قسمت قبلی ما یاد گرفتیم که یه بات بسازیم که آنلاین بشه و هیچ کاری نکنه. توی این قسمت قراره بهش یه سری کار بدیم که انجام بده. یه کامنت هندلر بسازیم، ایونت هندلر بسازیم، براتون توضیح بدم که اینتنت ها که بودن و چه کردن و خب بریم. خب ایونت قبلی که باش کار کردیم ایونت ردی بود که هر موقع بات آنلاین میشد شروع به کار کردن میکرد. ایونت بعدی که میخوایم باش کار کنیم ایونت مسیج کرییت هستش که در واقع هر وقت یک مسیجی ساخته بشه یعنی ارسال بشه کار میکنه. کجا ارسال بشه؟ توی دایرکت بات، توی یه کانالی که بات بتونه ببینتش و به طور کلی توی هر جایی که بات ما بتونه مسیجر رو ببینه. خب الان مثلا من می نویسم هر موقع یه مسیج ارسال یا همون ساخته شد بات ما پیام بده که مسیج دیتکتد. خب مثلا اگه من داخل سرور دیسکوردم که بات داخلشه یک مسیج ارسال بکنم باید پیام بده که باید توی کنسول چاپ بکنه که مسیج دیتکت شد. خب من این رو این طرف صفحه اینم این طرف صفحه بذارم و کدمون رو ران بکنم. طبیعتا الان بات قرار نیست کار بکنه و اگه من بنویسم سلام هیچ اتفاقی نمیفته. چرا؟ به خاطر اینکه اینتنت مسیج فعال نیست. حالا اینتنت مسیج چی هست؟ ببینید ما توی دیسکورد یه عالمه اتفاق مختلف داریم که در واقع انجام میشن، صورت میگیرن. یعنی چی؟ یکی بند میشه، یکی کیک میشه، یکی جوین میشه، یکی لفت میده، یکی یه مسیج میفرسته، یکی مسیجشو ادیت میکنه، یکی مسیجشو دیلیت میکنه، یه چنل ساخته میشه، ادیت میشه، دیلیت میشه و یه عالمه چیز دیگه. حالا اگه بات ما بخواد به تک تک اینا واکنش نشون بده و اطلاعات همشون رو بگیره خیلی ریسورس الکی استفاده میکنه و خیلی رم زیادی میبره، مموری یوزیج بات میره بالا، در حالی که شاید اصلا بهشون نیاز نداشته باشه. برای مثال بات من الان واقعا براش مهم نیست که چه چنلی ساخته بشه چون اصلا با چنلا کار نداره و اینجا اینتنت ها میان روی کار و به ما میگن که شما فقط اطلاعاتی که نیاز دارید رو در واقع استفاده بکنید. خب ما الان اطلاعات ایونت مسیج رو میخوایم، پس بعد از اینتنت مسیج استفاده کنیم، گیت مسیج. خب یه کاما هم باید بذارم اون بالا. توی پرانتز بهتون چیزی یاد بدم، هاتکی باحالیه، آلت شیفت و اف. ببینید کدو مرتب میکنه. خب حالا ما الان اینتنت گیت مسیجمون هم اضافه کردیم. اگر الان من بات رو ران بکنم و بنویسم سلام، می نویسم مسیج دیتکتد. حالا ما میخوایم ببینیم که این مسیج ما در واقع اصلا چیه، کی فرستادتش، آیدی مسیج چیه و حالا اطلاعات خود مسیج. اینجا باید یه پارامتر رو تعریف بکنیم. مثلا من میذارم A console.log A چیه؟ A در واقع همون مسیج ماه. ببینید سلام A رو میاد برای من، A همون مسیج که تایپش یه مسیجه میاد برای من اطلاعاتشو مینویسه. حالا من عادت دارم پارامترها بر اساس اسم خودشون مینویسم، میذارم اینجا مسیج، ولی صرفا A گذاشتم که بهتون نشون بدم یه اسم هر چیزی میتونه باشه، A B C D مسیج، هر چیزی شما عشقتون بکشه. حالا اصلا از کجا بدونیم که این ایونت ما چه پارامترهایی داره؟ از داکیومنت دیسکورد جی اس. داکیومنت دیسکورد جی اس همه چی رو داره. ایونت مسیج کرییت که وقتی در واقع مسیج ساخته بشه کار میکنه فقط یه پارامتر داره و اون پارامتر مسیجه، از تایپ مسیج. حالا مثلا ایونت مسیج آپدیت دو تا پارامتر داره، اولد مسیج و نیو مسیج. یعنی اگه اینجا به جای مسیج کرییت مسیج آپدیت بود اینجا یکی میشد اولد مسیج و یکی میشد نیو مسیج.
anyway کاری بهش نداریم الان. و همیشه قرار نیست پارامترها مسیج باشن. برای مثال ایونت چنل کرییت پارامترش از نوع چنله، تایپش گیلد چنله. خب صرفا گفتم بدونید دیگه کاری با این پارامترها و کلا ایونت نداریم. این میشه ایونت ما. حالا ما میخوایم ببینیم که این پیامه چی بوده، اصلا متنش چی بوده. خب اگه من دوباره بفرستم، همونطور که میبینید هیچ جایی از این لاگ طولانی ما متن سلام نیومده. مسیج کانتنت ما خالیه، محتوایی نداره. خب چرا؟ به خاطر اینکه اینتنت مسیج کانتنت رو نداریم. که حالا اینتنت مسیج کانتنت چیه؟ اینتنت مسیج کانتنت یکی از سه اینتنت در واقع خاص دیسکورده که به صورت عادی داده نمیشه. اگه بات شما یه بات بزرگ باشه و یه بات وریفای شده باشه، بیشتر از 100 تا سرور داشته باشه، باید برای گرفتن این اینتنت ریکوست بدید که اصلا چرا نیاز به این اینتنت دارید، میخواید با این اینتنت چیکار بکنید. و شما هم که بات پرایوت دارید، وقتی وارد در واقع دیولپر پورتال دیسکورد میشید، وقتی اپلیکیشنتون انتخاب کردید وارد بخش بات میشید و اینجا باید مسیج کانتنت رو فعال بکنید. چرا؟ چون اگه این مسیج کانتنت فعال نباشه و شما کدتون رو ران بکنید، بهتون ارور میده که شما حق استفاده از این اینتنت رو ندارید. وقتی فعالش بکنید دیگه میتونید باتتون رو ران بکنید. خب حالا من اگه بنویسم سلام، برام اینجا میاره که کانتنت مسیج سلامه. خب حالا من میخوام یه کامند بسازم. هر وقت فرستادم علامت تعجب پینگ، باتم کامندش ران بشه. خب پس من باید به کانتنت مسیج دسترسی داشته باشم. دیدید که مسیج چی میده. خب حالا باید ببینیم مسیج کانتنت رو چطوری بهش دسترسی داشته باشیم. به سادگی مسیج دات کانتنت چیزی بود که خودش بهمون نشون داد. کنسول لاگ، دوباره همین علامت تعجب پینگ رو من میزنم، مینویسه علامت تعجب پینگ. خب اینجا علامت تعجب پینگ میشه در واقع کانتنت مسیج ما میخوایم اگر مسیج کانتنتمون علامت تعجب پینگ بود، باتمون یه کاری انجام بده. حالا اینجا من 3 تا مساوی گذاشتم. چرا؟ به خاطر اینکه اگر یه مساوی میذاشتم به معنای تعریف کردم بود. یعنی من اینجا گفتم آقا کانست کلاینت مساوی است با این، حالا هر چیزی که این هست. بعد اینجا نمیخوام بگم مسیج کانتنت مساویه با این، نمیخوام تعریفش کنم. میخوام بگم اگر مثلا مسیج ما این بود، این باشد، یه کاری انجام بده. میخوایم مقایسهش بکنیم، پس بعد 3 تا مساوی بذارم. حالا اگر مسیج کانتنت ما پینگ بود، مثلا کنسول لاگ کامند ران می شود. اگر من بنویسم مثلا علامت تعجب پونگ، هیچی نمیزنه، ولی اگه بگم علامت تعجب پینگ، یه کامند ران می شود. خب این میشه چی؟ این میشه در واقع کامند ما. حالا من اینجا باید چیکار کنم؟ در جوابش مثلا میخوام بنویسم پونگ. خب ما 2 مدل میتونیم جواب این مسیج رو ارسال کنیم. اولیش اینه که توی چنل یا کانالی که این مسیج ارسال شده منم یه پیام بنویسم. دات سند یه متده که روی چنل ها انجام میشه و مسیج دات چنل یه نوع چنله، چنلی که اون مسیج داخلش ارسال شده. کنسول لاگش بکنیم ببینیم چی بهمون میده. کنسول لاگ دات مسیج چنل علامت تعجب پینگ بهمون یه چنل آبجکت میده، تکست چنل. خب ما میخوایم داخل این مسیج چنل یه پیام بنویسیم، یه آبجکت باز میکنیم و بنویسیم پونگ. خب بات ما مینویسه پونگ. راه دوم اینه که ما ریپلای بزنیم، مسیجمون رو اینجوری ریپلای کنیم، بگیم پونگ. خب ریپلای یه متده که روی مسیج انجام میشه. مسیج دات ریپلای میشه این دفعه، نمیشه مسیج چنل ریپلای، میشه مسیج ریپلای. علامت تعجب پینگ رو مسیجمون ریپلای زده میشه پونگ. خب
این شد چی؟ این شد یک کامند ساده که ما میتونیم به کمکش یک مسیج رو ریپلای بزنیم یا یک مسیج رو ارسال بکنیم توی یه چنل. حالا فرض کنید که مثلا ما 50 تا کامند داشته باشیم، اینطوری باید 50 تا از اینا بذاریم و هر کدومشون هلوشه مثلا حداقل 20 الا خیلی خط کد میخوان که واقعا خیلی ظاهر بدی داره، ادیت کردنش اذیت کننده میشه و فایل index.js مون خیلی سنگین میشه. پس ما باید از کامنت هندلر استفاده کنیم که به جای اینکه یک عالمه کد رو داخل یه فایل داشته باشیم، داخل چند فایل مختلف کدامون رو بذاریم که هم هندل کردنشون آسان‌تر باشه، هم در واقع ادیت کردنشون، که قرار داخل قسمت بعدی از سری ویدیوهای آموزش ساخت بات دیسکورد بهتون یاد بدم چطوری کامنت هندلر بسازید و ایونت هندلر بسازید. امیدوارم از ویدیو خوشتون اومده باشه. حتما منو سابسکرایب کنید، این ویدیو رو لایک کنید، برای دوستاتون بفرستید، جوین سرور دیسکورد من بشید که لینکش داخل دیسکریپشن هست و توی کامنت ها برام بنویسید که نظرتون راجع به ویدیو چی بود و دوست دارید قسمت های بعدی چه چیزایی بهتون آموزش بدم.